نه تو چشت با ببند اینجا تو این ناحیه موقعی که جسم خارجی رفته تو چشم نگاه کنه. به این صورت. خب حالا ما کاری نداریم، به صورت نمادین یه لیوان، یه چیزی که بتونه پوشش بده. پانسمان نیازی نداره، پانسمان جسم خارجی تو چشم فرق میکنه. سعی کنید به مصدوم بگید که اون چشم سالمش استفاده نکنه، تکونش نده. ده ایسان میگه خودت نگهش دار. چشم تذیت نبوده. خدا رو شکر که حالت خوبه. به این صورت. تو آمبولانس فضا کمه، اگه باشه سر صحنه باید بانسمان شه. الان وسط چشم اشکال نداره، به صورت نمادینه. اوکی الان؟ اوکی. چشم بگفتم. خب حالا چشم سمت راست بیمارم باید پانسمان شه. مصدوم به این صورت. چشمی هم که سالمه پانسمانش، این دلیلش رو تو کپشن حالا بهم بگید. ما از اون یه باندی که استفاده کردیم ای باند استفاده میکنیم. دیگه صرف جوییشه. سعی میکنم برش بدم. چشمی هم که سالمه ما پانسمانش بکنیم. دلیل پانسمان چشم سمت راست رو تو کامنت ها بهم بگید لطفا.